برای بافت این پروانه خوشگل و جلیقه جذاب نیاز داریم به 2 دسته کانوای دوک. نخ دوک حالت دولایه داره و این نخی که حالا من گرفتم 2 رنگه، برای که رنگش بالاخره جذاب تر. اینجوری دولایه است. حالا این یه رنگش قرمزه، رنگش مشکه و به شدت این نخ نازک هست و راحت توی دست میپوکه. اینجوریش کنی راحت پوکیده. برای اینکه راحت تر بافته بشه و چون که نازکه و همینطور که می‌بینید بستش خودش یه خورده شلخته است، من ترجیح همینه که اول گردش کنم و بعد بافتم رو شروع کنم. من کاموامو گرد کردم که حالا بافتش راحت تر باشه. برای بچه هایی که مبتدی هستن و تازه میخوان کار کنن و اینکه نمیتونن کار رو یه تیکه ببافن، اینکه کاموا رو گرد کنن به نفع خودشونه و بهتره و راحت تر میتونن کار رو پیش ببرن. اما بچه هایی که حرفه‌ای هستن دیگه با همون کاموایی که گرد نشدن هم راحت میتونن کار کنن. برای بافت این جلیقه ما نیاز داریم به یک پروانه پشت و پروانه جلو. پروانه جلو به علت اینکه سینه رو داره، پر بالایش بزرگتر و پر پایینیش حالا کوچیک‌تره. برای شروع اول یادم رفت بگم، من دارم با قلاب 3.5 میبافم که رجهام بلند باشه و پایه‌هام کاملا مشخص. برای رجه اول شروع میکنم به 8 تا زنجیره زدن. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. حالا برمیگردم توی خونه اول و کارمو کور میکنم. 3 زنجیره 1 2 3. برمیگردم توی حلقه‌ای که ایجاد کردم، 2 پایه بلند میزنم. این 1 و 2. 3 زنجیره و مجدداً 3 پایه بلند. 1 2 و 3. مجدد 1 2 3 زنجیره و 3 پایه بلند. 1 2 و اینم از 3. خب 1 2 3 و 3 پایه بلند دیگه. 1 2 و اینم از 3 زنجیره 1 2 و 3. و حالا میام توی 3 زنجیره اول کارم که زدم، دونه سوم یه بس کوچیک میزنم. خب الان من یک گل 4 تایی دارم که 3 زنجیره 3 پایه بلند 3 زنجیره و 3 پایه بلند. حالا 3 زنجیره میزنیم 1 2 و 3. کارو برمیگردونم تو این حفره‌ای که ایجاد شده. این زنجیره 3 زنجیره خودش 1 پایه بلند حساب میشه، این 2 و اینم 3. 3 زنجیره میزنم 1 2 3 و دوباره توی همین خونه 3 پایه بلند دیگه میزنم. 1 2 و 3. مجددا 3 زنجیره 1 2 3 و توی خونه بعدی یک پر 6 تایی میزنم، یعنی 3 پایه بلند 3 زنجیره و مجددا 3 پایه بلند. مجددا 3 زنجیره و توی حفره بعدی دوباره یک پر 6 تایی.
1 2 و 3. 1 2 3 اینجا پروانه من داره شروع میشه برای ادامه کار. از اینجا دقت کنین این خونه آخر رو نمی بافم. از اینجا یک زنجیره میزنم، کارم رو بر میگردونم، میام توی خونه دوم، یک بس، خونه سوم، یک بس دیگه و بس سومم روی اولین زنجیرم میزنم. حالا 3 زنجیره، 1 2 و 3 و مجددا گل 6 تایی. 3 زنجیره خودش یک پایه بلند محسوب میشه. این 2 و 3. 1 2 3 زنجیره و دوباره 3 پایه بلند. 1 2 و 3. حالا بدون هیچ زنجیره میام توی این حفره کناری، یک پایه بلند، 7 زنجیره، 1 2 3 4 5 6 و 7 و مجددا یک پایه بلند میزنم. دوباره توی این حفره یک گل 6 تایی میزنم. 1 2 و 3 زنجیره و مجدد یک گل 6 تایی. 1 2 و این هم 3. دوباره تو خونه بغلی بدون هیچ زنجیره یک پایه بلند. میبینین این پایه بلند و این پایه بلند کاملا به هم متصل هستن. 7 زنجیره، 1 2 3 4 5 6 و 7 و مجددا یک پایه بلند و دوباره توی این خونه یک گل 6 تایی. 1 2 3 زنجیره و مجددا 3 پایه بلند. وقتی که به انتهای کار میرسیم یک زنجیره میزنیم، کارمون رو بر میگردونیم. توی خونه دوم یک بس، سوم یک بس و بس سوممون رو روی اولین زنجیره میزنیم. حالا اینجا 3 زنجیره میزنیم و شروع میکنیم به پر 6 تاییمون رو برای بافتن. 1 2 3 و 3 زنجیره، 2 و اینم از 3. اینجا 2 زنجیره، 1 و 2 و همونطور که گفتم الان داریم قالب پروانه جلوی جلیقه رو میبافیم. باید تعداد پرش بزرگتر از، یعنی تعداد دونه هاش بیشتر از جلیقه، پشت جلیقه باشه. 2 زنجیره میزنم و توی این حفره رو با 19 پایه بلند پر میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 و اینم 18 و 19. مجدد 2 زنجیره توی این خط وسط یک پر 6 تایی، سه زنجیره و دوباره 3 پای بلند، مجدد 2 زنجیره توی این یکی حفره اینجا 19 تا پای بلند بود، اینجا میایم 13 تا پای بلند میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13. مجددا 2 زنجیره و گل 6 تایی. خب اینجا من این گوپر 6 تایی رو تا روی کار هم زدم و حالا میریم برای رج بعد که شروع پروانمون هست. 2 زنجیره میزنیم، میام روی اولین پای بلندم 1 پای بلند میزنم، 1 زنجیره و روی پای بلند بعدی دوباره پای بلند، یعنی فاصله پای بلند هام باید 1 زنجیره باشه و روی سر تمام پای بلند ها من پای بلند میزنم. خب بعد از اینکه این تموم شد مجددا 2 زنجیره، 1 گل 6 تایی، و برای این پرم دقیقا مثل همین 2 زنجیره اول کار، 1 پای بلند روی سر تمام پای بلند تا پای بلند میخوره و بعد از هر پای بلند ما باید 1 زنجیره در این رج بزنیم.
شما میتونید این کار رو با نخ مرسریزه یا ابریشم هم ببافید، چون که روی این دوتا نخ هم احتمالاً کار خیلی جذاب و قشنگی بشه. اما دیگه برای نخ مخصوصا ابریشم باید دونه هاتون رو افزایش بدین و خیلی بیشتر کنین. خب 2 زنجیره برای انتهای رج و پر 6 تایی. 1 2 و 3 زنجیره ای بابا و مجددا 3 پایه بلند. یک زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم روی سر دومین پایه بلند یک بس، روی سر سومین پایه بلند یک بس و روی اولین زنجیره یک بس دیگه. مجددا 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند و 2 پایه بلند هم کنارش. 3 زنجیره و مجددا 3 پایه بلند. خب اینجا 2 زنجیره میزنم، میام توی اولین حفره یک بس میزنم، دوباره اینجا مجددا 3 زنجیره میزنم 1 2 3. اولین دونم 2 تاست، از دومی میشه 3 تا و ما بین پای بلندام توی زنجیرهایی که زده بودیم بس میزنیم 1 2 3. دوباره یک بس دیگه 1 2 و 3 1 2 3. دقت کنین که در تمام حفره ها باید زنجیره هاتون رو بزنین، برای که الان دیگه داریم پر پروانه رو کار میکنیم. اگر که کسی مثلا حالا نخ دوک 7 رنگ گیرش بیاد و بتونه این کار زیبا رو ببافه، فکر میکنم خیلی جذاب بشه و به طرح پروانه نزدیکتر. خب این حفره آخر رو که میزنیم مجددا 2 زنجیره اینجا، حالا 3 پایه بلند 1 2 و 3 زنجیره مجددا 3 پایه بلند مجدد 3 زنجیره و 3 پایه بلند دوباره داخل همین حفره میزنیم. خب یعنی اینجا 2 تیکه میشه. مجدد 2 زنجیره و میایم حالا برای همون کاری که اینجا انجام دادیم روی این قسمت هم انجام میدیم. 1 2 و 3 1 2 و 3
2 زنجیره، 1 2 و مجددا پر 6 تایی. یک زنجیره کار رو برمیگردونیم و دقت کنیم تا انتهای کار این لبه های پروانمون همین شکلی پیش میره. من کار براتون باز کنم که شما ببینید این چینش وقتی که کار بیاد بالا صاف میشه و دیگه این چینا رو نداره، یعنی کارمون مرتب و فیکس میشه. اینجا لبچینی هایی که افتاده دیگه نداره. الان این که بالاست میشه بالای پروانه و این که پایینه میشه بال کوچیک‌تره، میشه بال پایین پروانم. خب دقت کنید این رج اوله که یک گل 4 تایی داریم، رج دوم، سوم، چهارم، پنجم. تا رج پنجم یک گل 6 تایی ساده زدیم. رج ششم شده یک گل 9 تایی، 3 تا پای بلند، 3 زنجیره، 3 پای بلند، 3 زنجیره و مجددا 3 پای بلند. این اتفاق باید در رج 6 بیفته، دقت کنید. خب حالا اینجا 1 2 3 به عنوان یک پای بلند، و دوباره 3 پای بلند دیگه. مجدد 2 زنجیر میزنم. ببینید این 2 زنجیره های اول رو کاری نداریم، میایم داخل این حفره های 3 زنجیرمون و یک بس میزنیم. اگر روی این 2 زنجیره ها بزنیم پروانمون باز میشه و کارمون خراب میشه. ما الان میخوایم بال رو جمع کنیم. 1 2 و 3، 1 2 3 و یک بس. این 2 زنجیره آخر دیگه زنجیره نمیخوره، اینجا 2 زنجیره و گل 6 تاییمون رو توی حفره ایجاد شده میزنیم. خب حالا اینجا دیگه ادامه رج نمیریم، یک زنجیره کارو بر میگردونم و این پر پروانمون رو جدا میکنیم. خب برای اینکه دوستان اشتباه هم نکنن این پر پروانه رو که دقت کنید این پر پروانش بافته شده آماده است که برای جلوی
جلیقه استفاده میشه. حالا این هنوز هم اتو نخورده و آهار داره. ما الان اینجا یه رج هستیم که پروانمون رو جدا میکنیم، یعنی این گل نقطایمون رو زدیم و از اینجا دیگه باید پروانمون جدا بشه و پر بالا و پر پایین جدا جدا بافته بشه. این بعد از این که اتو بخوره و فیکس بشه تمام این شیاراش هم برطرف میشه. اینو فقط گذاشتم که متوجه بشین الان ما اینجا یه رج هستیم که میخوایم کار رو برگردونیم و از این تیکه دیگه پروانمون دوتا میشه. خب 2 زنجیره دوباره توی خونه اول دقت کنید توی این 2 زنجیره به هیچ عنوان ما زنجیره نمیزنیم و فقط توی این حفره های ایجاد شده زنجیره میزنیم. 1 2 3 و این کار رو ادامه میدیم تا انتها. حالا من این پر رو براتون کامل میبافم. اون پرم دقیقا یعنی پر پایینی یا بالا هم مشابه همین هستش. برای که تایم کلیپمون زیاد نشه دو زنجیره و مجددا گل 6 تایی. این 2 زنجیره که بعد از گل 6 تایمون میزنیم فیکس هستش و همینجور که داریم پروانمون رو میبافیم میایم بالا این پر کوچیک میشه. اگر که دقت کنید این پروانه‌تون این داره یه حالت هلال شکل میگیره. این کار رو ادامه میدیم تا برسیم به رج‌های بالایی، یعنی جایی که دیگه یک حفره داشته باشه. خب اینجا پرمون رو بافتیم و حالا رسیده اینجا که ما بین این دوتا حفره یه حفره میخوره و بعد پرمون تموم میشه.
اینجا یک زنجیرمونه که زدیم از قبل روی سر پای بلند ها بس میزنیم. یک و دو. یک دو سه، یک زنجیره، یک بس، دو زنجیره و توی این خونه دوباره یک گل 6 تایی. فرج بعد کار تموم میشه، یعنی پر پروانمون دیگه حالا یک بالش میشه گفت تکمیل شده. خب یک زنجیره کارو برمیگردونم مثل تمام رج ها بس. حالا اینجا یک دو سه، سه زنجیره میزنم، یک پای بلندم رو میبافم، نخ از تو دوتا نخ اول رد میکنم، نگه میدارم، پای بلند دومم میزنم و همینجور الان سه تا نخ روی قلابم دارم. نخ میندازم دور قلابم، میرم توی این حفره‌ای که نه اشتباه زدیم، هنوز باید یک بس دیگه اینجا بخوره. خوب شد زود متوجه شدیم. خب سه زنجیره، یک دو و سه و مجدد پر 6 تاییمون. خب اینجا دو زنجیره میزنم، یک دو، یک بس و مجددا دو زنجیره و گل 6 تایی. خب اینجا هم مثل رج های قبل مجدد بستامو میزنم، سه زنجیره. حالا اینجا پای بلندمو میبافم، از توی دوتا نخ اولی رد میکنم، پای بلند بعدی رو میبافم و نخمو فقط از توی دوتا نخ اولش رد میکنم. الان من سه تا نخ روی قلابم دارم، میرم توی این حفره ایجاد شده روبرو و به همین ترتیب سه پای بلند میزنم به طوری که نخمو فقط از توی دوتا نخ اولش رد میکنم. حالا یه نخ میگیرم و از توی این 6 تا نخ همگی با هم رد میکنم، یه بس میزنم و تمام. و همین زیبایی و قشنگی پر پروانه من تمام شد. به این گفتم که اتو بخوره خیلی صافتر و قشنگتر خودشو نشون میده. حالا بیایم برای این پر پایینیمون. اینجا نخو میگیرم، از توی این حفره رد میکنم، این تیکه نخمون این بلنده برای اینکه نخوام توی کارم پنهانش کنم، چون که کارم اکثرا زنجیره است و خب بالاخره یکم هم اذیت کننده است. یکم بلندتر میگیرم، با نخ بالایی میگیرمش و هر دو رو با هم شروع میکنم به بافتن به این ترتیب و پای بلندم رو میزنم. اینجوری دیگه نیازی نیست که بخوام نخم رو مخفی کنم. طور که می‌بینید دیگه نخی در کار نیست. این ریزه کوچولو که حالا آخر کار
میتونم کوتاهش کنم یا نه، همین الان مخفیش میکنم توی کارم. خب این پر هم مثل دقیقا همین پر و به همون ترتیب بافته میشه. یک دو زنجیره توی دونه های دوتایی نمی بافیم و فقط توی حفره هامون بس میزنیم. یک دو سه. مجددا دو زنجیره و گل ششتاییمون اینجا، تو همون جایی که گل ششتاییمون جدا میشه. و به همین ترتیب که اون پر رو بافتیم این پر رو هم میبافیم تا رگ تمام بشه و پروانمون بیاد بالا و پرش تموم بشه. خب جلوی پروانه رو بافتیم، تموم شد و حالا لازمه که بریم برای پشت پروانه. برای پشت پروانه رو که بخوایم ببافیم، کارمون هنوز اتو نخورده و فیکس نشده. تارج 1 2 و 3 مشابه جلوی پروانه است. ما بقیه کارم نوع بافتش مثل دقیقا جلوی پروانه است، فقط میمونه تعداد دونه هاش که حالا بهتون میگم و در ادامه، و اینکه دقیقا مثل پروانه جلو از هم جدا میشه دوتا بالمون و یک بال قشنگ پروانه و فیکس داریم. و اینو ببافیم، فیکسش که کنیم کاملا کارمون صاف میشه. خب اینم از 4 تا بستا میزنیم.
از اینجا تنها تفاوتی که بال پشت داره اینه که توی قسمت هایی که باید پایه بلند بزنیم یکی از رج ها 13 تا پایه بلند میخوره و یکی از رج ها هم 15 تا، یعنی یه پر بالایی که باید بیشتر باشه 15 تا، پر پایینی که باید کمتر باشه 13 تا. حالا اینجا 2 زنجیره و شروع میکنیم به زدن پای بلندمون. من اول 15 تا پای بلندمو میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15. خب اینجا 2 زنجیره و گل 6 تایی. مجددا 2 زنجیره و حالا توی این خونه 13 تا پایه بلند می‌بافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و اینم 13. تمام مراحل بافت بال پشت مشابه بال جلو هست و هیچ فرقی نداره بجز همین تعداد دانه ها. سه تا زنجیره. خب حالا دقیقا مثل بار جلو 1 زنجیره و 1 پایه بلند فاصله کارمون هست و بعد از اینکه زنجیره و پایه بلند ها رو زدیم دقیقا مثل بال جلو شروع میکنیم به توربافی کردن و همینجور کم کردن رج هامون و اینجوری میشه که گلمون تکمیل میشه. حالا من دیگه ادامه بافت رو نمیذارم چون که کامل هستش برای بال جلو و میریم برای اتصال پرهامون به هم. اون 2 طرف بالهای پروانمون رو برای پشت بافتیم. برای اینکه این 2 تا رو به هم متصل کنیم میتونیم با استفاده از سوزن‌های ترگرد، اگرم ندارشتین با یک قلاب کوچیک‌تر کارمون رو فیکس میکنیم. اول میایم این نقطه مرکزی ها رو به هم متصل میکنیم که کارمون یک اندازه باشه و دقت کنیم که بالهای بلند باید بالا باشه و بالهایی که کوتاه‌ترن پایین کار باید فیکس بشه. اینجا کار رو فیکس میکنم.
و حالا میرم برای بافتش با قلاب. برای بافت با قلاب هم میتونیم از کار بست استفاده کنیم، هم این که میتونیم بین کارمون اتصال کاری بذاریم که همون زنجیره هست. خب حالا اینجا یک زنجیره توی این کار میزنم، یک زنجیره و میام اینجا کارم فیکس میکنم. مجدد 3 زنجیره، 1 2 و 3، یک بار اینجا، یک زنجیره و این شما میتونین حالا اگر که دوست داشته باشین ما بین کارتون مهره هم کار کنین. این دیگه کاملا سلیقه‌ای هست که حالا هر کسی هر جوری دلش بخواد کارشو انجام بده، ولی خب با مهره هم زیبایی های خاص خودشو داره. خب اینم از فیکس کردن بالهای پشت پروانمون. که به همین جذابی شد و اصلا مشخص نیست کارمون و کارمون هم صاف در اومده در انتها. حالا باید بریم برای کار جلو، بالهای جلو. اینو فیکس میکنم، اضافهش رو جدا میکنم. حالا این مخفی کردن نخها هم باید بمونه برای آخر کار. این بال پروانه هامون هست که قسمت جلوی کار میخوره و روی سینه رو میپوشونه. خب اینجا ما باید یک نقطه اتصالی داشته باشیم. بالهای جلو هم مثل دقیقا بالهای پشت، دوتا بزرگا میفتن بالای کار و دوتا کوچیکا میفتن پایین کار. رنگه
برای بالای سرشانه و قسمت پهلوها این دوتا تیکه بالهای پروانمون که حالت فرو رفتگی داره یک اتصال میخوره و قسمت بالها از بالا اتصال میدیم. خب اینجا این قسمتی که اضافه مونده بود توی بافت برای اینه که بخوایم بالهای پروانمون رو به هم متصل کنیم. یک، دو و سه. اینجا 3 پایه بلند، 3 زنجیره و 3 پایه بلند بعدی رو این سمت میزنم. 1، 2 و 3. 1 زنجیره. دقیقاً بافتمون مثل بافت کناره های پروانه است. بس میزنم که شیار کارم کاملا مشخص باشه. 1، 2، 3 و 2 پایه بلند، 3 زنجیره و مجدداً 3 پایه بلند. یک، دو و سه. این کار رو ادامه میدیم تا جایی که سایز یک سمت پهلومون اوکی بشه. خب بعد از این گل 6 تایی که برای شیار پهلو زدیم، یکی از پروانه‌های جلو رو میاریم. بال بلندتر باید بالا باشه و بال کوچیکتر پایین و اینو اتصال میزنیم به این کار. دقت کنین که موقعی میخواین کار ببافین کارتون صاف باشه، پیچ نخورده باشه. خب اینجا من یکی دیگه میزنم که یک، دو، سه و یک پر 6 تایی. خب کارمون رو فیکس میکنیم. ما بین پروانمون رو میاریم و اینجا شروع میکنیم به اتصال زدن. یک شیار از این ور میگیرم، بس میزنم. یک دونه از این ور بس میزنم.
تمام. این هم از کناره بالم. حالا میخواد فقط این سرشونه رو کامل کنیم و بعد کارمون آماده است که بره برای پرو و ببینیم چه شکلی میشه. برای سرشانه زدن میایم این وسط دوتا کار رو قلاب میکنیم. میگم شما میتونین این کار رو مثلا فقط با مهره انجام بدین و نیازی دیگه به بافت ندارین. دو، سه، چهار. من میخوام اینجا رو کامل دونای فندقی بزنم. یک، دو، سه، چهار، یه بست، یه زنجیره، یک، دو، سه، چهار و مجدد همین کار رو ادامه میدم. یک، دو، سه و اینم چهار. یک، دو، سه و مجددا خب به اندازه‌ای که رسید که احساس کردیم برای سرشانمون کافیه، میایم ما بین این دوتا پروانه و این کارمون رو فیکس میکنیم به این ترتیب و تمام. این از پشت کارمون که گفتم اگر که دوست داشته باشید میتونید پروانه بزنید. بالهاش بعد از اتو کردن و فیکس شدن بافت و اتو کردن رو در کلیپ های قبل آموزش دادم. این هم از بالهای پایینی و این هم از بالهای روی پروانمون. خیلی جذاب شد، یعنی میتونم بگم فوق‌العاده شده این کار. این بالای پروانه است. حالا و این هم پایینش که من چند تا مهره گوگلی هم زدم که جذاب تر بشه. امیدوارم که ببافید، لذت برید و بتونین با این کار زیبا و جذاب به درآمدهای عالی برسید.